اسرائیل اگر میتوانست این 12 روز رو تبدیل به 120 روز میکرد و ایران از غزه بدتر میشد. خیر، اسرائیل نیازی نداشت این 12 روز رو تبدیل به 120 روز. معتقدید به حرفی که بله بله، برای اینکه اون چیزایی که میخواست انجام بدهد انجام داده بود. پس چرا فرمودید که اگر اسرائیل به ایران حمله کنه یک تیر چراغ برق در ایران سالم نمیمونه؟ آهان، داری تحریف میکنی حرفمو. گفتم اگر جنگ به وجود بیاید بین آمریکا و اسرائیل یک طرف و جمهوری اسلامی یک طرف، جنگ به وجود نیامد، اون 12 روز جنگ نبود. جنگ اونی که تو اوکراین هست. البته امیدوار بودن که مردم ایران حرکت کنن که اونم اتفاق نیفتاد، بعداً هم رفتن. بعدم متوجه شدن اگه این ادامه پیدا کنه ما 6 جا دیگر هم بزنیم، یه سری جاهای دیگر هم بزنیم، به فرض اون خبرها نخواهد بود که اینا بریزن تو خیابون و بنابراین رفتن. اون شکل‌ترین حرکتی که شما بکنی بخوای بری به طرف فردو، تیکه و پارت میکنن اسرائیل. این اسمش چیه؟ این اسمش جنگ نیست؟ شمایی که براتون بیمارستان، صنعت، کشاورزی و جنگل در اولویت هست، اگر ما تمام این هزینه ها رو بیاریم اینجا انجام بدهیم، با یه بمب تموم میشه. آقای زیبا کلام، هزار تا بمب بزنن؟ مگه دیوونن که بمب بزنن؟ مگه دیوونن که دوها رو زدن؟ عزیز من، اون فرق میکنه، اون یه چیز دیگه هستش. چرا کسی به ترکیه کاری نداره؟ چرا کسی به پاکستان کاری نداره؟ چرا کسی به بیافا کاری نداره؟ که با پاکستان کار ندارن؟ آره، با پاکستان کاری ندارن. چرا گفتن بعد از ایران نوبت پاکستان است؟ اصلا دلیل حمایت پاکستان از ایران بعد از این جمله بود. اگر درب آهنی بسیار گردن کلفت با یه قفل درست حسابی برای خونتون زدید، فرزند شما به شما بگه حالا این در رو زدی، کدوم دزدو گرفت؟ کیو گرفت؟ چی کار کردی با این دره؟ اون در معنای امنیت میده، اصلا قرار جایی رو بگیره. واسه چی باید موشک بزنن به ما؟ بعد شما میگی واسه که بابا شما میگن برای چی زدن، شما به من نمیگی. اونا رو به ترکیه تا حالا موشک نزدن. چرا به خیلی از کشورها تا حالا موشک نزدن؟ آخه شما زور داری میگی. شما داری میگی که ما باید موشک داشته باشیم که با ما موشک نزنن. ترکیه عضو ناتوئه، با ما خیلی فرق میکنه. خودشون به خودشون حمله کنن؟ میگم مردم ما یه خونه داریم اسمش ایرانه، انقدر پول داریم، به نظرتون اول بریم براش مبل و نمیدونم تلویزیون بخریم یا اول درش رو بذاریم و قفل کنیم؟ من نمیدونم. مردم مملکت ریختیم پای هسته‌ای، ریختیم پای بمب و موشک و توپ و تانک و تو بریم موافقش هم انجام بدیم. هیچ دانشجویی نداری آقای دکتر که 10 سال پای کلاسات نشسته باشه. سوال باید بهم جواب بدید. من تعجب میکنم عزیز جان، تو 10 سال منو فالو میکردی به قول خودت، آخرش رسیده به اینجا که بمب و توپ و تانک و تفنگ و اتم و اینا مهمه. این نقدو به جمهوری اسلامی دارید میگید جمهوری اسلامی میگه امنیت فقط با موشک، شما میگید امنیت فقط با دموکراسی. من میگم نه اونه نه این، امنیت مخلوطی از این دوه.